سلام، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوش اومدید به این ویدیو. چند روز پیش بود با رفیقام نشسته بودیم یه سری بحثا میکردیم. بحثمون تهش رسید به این که به اکسمون برگردیم یا نه. و این بحث خیلی نتایج جالبی داشت. هر کسی یه سری ذهنیت متفاوت داشت و برام جالب شد و گفتم اینو یه ویدیو بکنم و نظر خودم هم بگم. و حالا شد که بحثمون رسید به اینجا. ما اینجا نشسته بودیم یه چیزی میخوردیم، اونورم اکس رفیقم نشسته بود و همین باعث شد که هر کسی یه نظر بده و از اونجا که اونم میخواست برگرده هر کسی یه نصیحتی میکرد. یکی میگفت برگرد، یکی میگفت ارزششو داره نداره و اینا. همینو میخوام توضیح بدم که چطوری هست. و نکته جالب این بحث این بود که اکثر دخترها برخلاف انتظار من که فکر میکردم پسرها اینطورین میگفتن که برگرد به اکست، نه پسرها. و حتی میگفتن که اوکیه برو امتحان کن، فوقش اصلا مهم نیست که دلت میشکنه بازم آسیب میبینی و اینا. چون اونی بود که ول شده بود، یعنی اون ولش کرده بود. و من اینطوری بودم که واقعا یعنی چی؟ مثلا شما واسه خودتون یه مقدار ارزش قائل نیستین که همچین حرفی میگین یا همچین پیشنهادی میدین به دوستتون؟ البته اینم بگم که هر کسی یه نظری داره و منم الان دارم نظر شخصی خودم رو میگم، ولی به نظرم این راه بهتریه تا اینکه برگردی و دلایلش هم الان بهتون میگم. یه لحظه به اون لحظه فکر بکنین که طرف شما رو ول کرد بدون اینکه به احساسات شما توجه بکنه، بدون اینکه بگی این ناراحت میشه، شکسته میشه، افسرده میشه یا هرچی، یا حتی این التماسا و خواهشای شما رو هم جدی نگرفت و شما باز همین حرفو میگین و فراموش میکنین تمام اونا رو و دوباره میگین که اوکی من راضیم، بیا دوباره منو بشکن، دوباره بهم آسیب بزن. هر وقت خواستیم برگردیم با اون فکر کنیم، بگین که آقا این همچین کار رو قبلا با من کرده، پس پتانسیل اینو داره که بازم همچین کاری بکنه و بهم آسیب بزنه. برای خودتون و آرامشتون ارزش قائل بشین. حالا جای جالبش هم اینه که دلیل اونایی که میگفتن برگرد به اکست این بود که حالا شاید عوض شده، نمیدونم پشیمونه فلانه. من واقعا موندم، مثلا 2-3 ماه گریه و اذیت و نمیدونم حالا تراپی رفتی و هر کاری کردی که خوب بشی کافی نیست، یا مثلا باید اون شخص دوباره شما رو بشکنه، هی شما رو تخریب کنه، بعدش بره به ریشتون بخنده و اینا که مثلا به عقل بیاین. ببخشید اگه همچین لحنی دارم، ولی وقتی که دیدم اونا به رفیقم همچین نصیحتی میکنن واقعا ناراحت شدم. و من اینطوری حرف میزنم به خاطر اینکه یه نفر از اینکه برگرده به اکسش منصرف بشه و دوباره آسیب نبینه، وگرنه قصد تخریب کسی رو ندارم. و حرف دیگه من اینه که کلی آدم جدید و متفاوت توی اطرافتون هستش که میتونین باشون آشنا بشین و دلیلی نداره که شما بیاین برگردین به اکستون. کلی آدم جدید و بهتر واقعا هستش که همچین آسیبی هم نمیزنه و واقعا آدم هستن، با شخصیت هستن، میتونین بریم باشون حرف بزنین، آشنا بشین. البته نظر من اینه که بعد اینکه رابطه رو کات کردین همون اول نریم با یک کس دیگه، بیشتر روی خودتون کار کنین یا مثلا برگردین به اون رابطه قبلیتون فکر بکنین، بگین که آقا ما چه اشتباهی کردیم، بالاخره شما هم یه سری اشتباهات کردین دیگه، هر آدمی بی‌نقص نیست که. و خلاصه اون مشکلات رو حلش بکنین و نذارین که دوباره بهتون آسیب بزنه. بعد اونم پیشنهادم اینه که سرتون رو با چیزهای مختلف مشغول کنین. میدونم سخته، مثلا اوایل اونطوری نیست که کار میکنی میبینی به ذهنت میاد اذیت میشی و اینا، ولی خب کم کم عادت میکنی بهش. اول این چیزی که پیشنهاد میکنم بهتون ورزشه. اگه ورزش حرفه‌ای میکنین که همون ورزش، ولی اگه ورزش حرفه‌ای نمیکنین به پیشنهاد من باشگاه خیلی خوبه، واقعا معجزه میکنه و تنها اون 1-2 ساعتی هستش که واقعا برین تو، ذهنتون آزاده، اصلا به هیچ چیزی فکر نمیکنین، اونقدر که فضاش به آدم آرامش میده و آدمای مختلف میبینی و مشغول میشی، خیلی خوبه در کل.
مورد بعدی اینه که چیزایی که قبلا نتونستین یا وقت نشده یا نخواستین و اینا وقت نذاشتین خلاصه انجام بدین و شروع کنین به انجام دادن. مثلا درسی هست که بخونین، ادامه تحصیلی، نمیدونم یه مهارتی یاد بگیرین، یه کاری رو شروع بکنین، هر چیزی خودتون رو با کار خسته کنین خلاصه. یعنی اینطوری باشه که ذهنتون اصلا مجال اینو نداشته باشه که به چیزای دیگه ای فکر کنه. و مورد بعدی که خیلی مهمه، گوشی دستتون نگیرین، زیاد دستتون نگیرین، اینستا اینا نچرخین. اکسپلورتون معمولا به خاطر اون اتفاقی که افتاده همون مطالبو میاره و شما بیشتر اذیت میشین. کلا سمت گوشی نرین. مورد بعدی اینه که بیشتر با دوستاتون بگردین. اگه تونستی مسافرت هم برین خیلی خوب میشه، چون مسافرت به نظر من بهترین چیزه واسه فراموشی همچین چیزا. واقعا روحیه آدم عوض میشه. اگه نشد که با دوستاتون برین مسافرت، با خانوادتون برین. مورد بعدی درد و دل با کسیه، مثلا دوست صمیمی. البته پیشنهاد من اینه که اولین نفر خانوادتون باشه، اگه خانوادتون اینطوریه که به حرفاتون گوش میدن و اینا. ولی اگه نشد تراپیست برین. اگه اونم نشد دوست صمیمی. دیگه با کس دیگه به نظر من درد و دل نکنین، چون که نمیارزه به اون بعدن درد سراشو. اینکه مثلا طرف میدونه دیگه ازت مثلا چه اتفاقی افتاده و احتمال داره که بتونه آسیب بزنه. و من خودم ترجیح میدم که با همین 3 نفر در میون بذارم. و حالا دوست صمیمی هم شاید. رفقا این نکاتی بود که به ذهن من رسید. اگه از موضوع خارج شدم ببخشید، ولی نیاز بود که اینا رو بگم. و اگه لحن من بد بود دوباره عذر میخوام، چون میخواستم که تاثیرگذار باشه یه مقدار. و کسی اگه تصمیم داشت این کارو نکنه. کامنتی، لایکی، هر چی که نیاز بود بذارین. اگه خوشتون اومد و نظری داشتین حتما بگین. همین دیگه، تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.